سلام. خبرهای رادیوی آزادی را از روز سه‌شنبه 3 نوامبر تقدیم میکنیم. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در دوشنبه با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 3 نوامبر در برابر مسئله مبارزه با تهدیدهای معاصر اینچنین موضوع تامین اهالی با نیروی برق را بررسی کرد. وزیر کارهای خارجه آمریکا بعد انجام مذاکرات در نزد ژورنالیستان حاضر شد و گفت که با مقامات تاجیکستان راههای تامین پوره اهالی با نیروی برق در 5 سال آینده را بررسی کرده است. کری گفت که منظور راه اندازی لایحه‌های مشخص است که نه تنها تامین تاجیکستان بلکه صادرات آن را به افغانستان هم در بر میگیرد. همچنان ما درباره مشکلی‌ها و چالش‌های بزرگ مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم خشونتبار و راه‌های مؤثر حل آن صحبت کردیم. اجرای این عمل از ما حفظ موازنت و احترام حقوق بشر و آزادی‌های دینی را طلب می‌کند تا مردم توانند در روند سیاسی شرکت ورزند. نباید امکان داد که مبارزه با اکستریمیسم شرکت مردم در حیات سیاسی و عبادت آزاد را به اشتباه اندازد. یک روز پیش از سفر جان کری به تاجیکستان، کمیسیون بین‌المللی آزادی‌های مذهبی در آمریکا تاجیکستان را برای تلاش‌های نظارت بر فعالیت‌های مذهبی تنقید کرده از جان کری خواسته بود که این مسئله را با مقامات تاجیک مطرح کند. این کمیسیون گفته است که آمریکا از تلاش‌های تاجیکستان برای سرکوب گروه‌های تروریستی و افراطی جانبداری می‌کند، اما می‌خواهد که این مبارزه‌ها با رعایت حقوق بشر و آزادی‌های دینی انجام شود. در کناره‌های دوشنبه روز 2 نوامبر تمرین‌های نیروهای انتظامی تاجیکستان با جلب 40,000 نیرو شروع شد. مقامات وزارت دفاع میگویند تمرین‌های تاکتیکی ضد تروریستی حفظ 2015 از حساب نیروهای ذخیروی با جلب شهروندان در قید کمیساریات‌های حربی بوده، تکنیکای حربی هوایی و تکنیکای زره‌پوش جنگی برپا می‌شود. مشقات تا 5 نوامبر دوام می‌کند. مقامات میگویند که این عملیات نقشه‌ای بوده با هدف آمادگی نیروهای حکومتی برای مقابله با همه گونه تهدیدهای احتمالی تشکیل شدند. هدف اساسی از برگزاری چنین یک تمرین‌های نظامی البته در دایره نقشه یگانه آمادگی جنگی در قواهای مسلح و طبق طلبات فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره مدافعه حدودی جمهوری تاجیکستان عملی کرده می شوند و در آن سیقل دادن تجربه، مهارت و ملکه جزو تام‌های شرکت کننده در سمت تهدید خطرهای احتمالی تحریزی می گردد. وزارت مدافع تاکید کرده است که افراد شریک در این تمرین‌ها مطابق به کسب نظامی که قبلا اثنای خدمت در ارتش از خود کردند درس می‌آموزند. در شهر دوشنبه بعد 2 سال بحث و تفتیش‌ها 3 رهبر شرکت تجارتی 7 برج محکوم به زندان شدند. دادرس دادگاه اسماعیل سامانی در حکم خود روز 2 نوامبر مؤسسان این شرکت عاصم جان معروفов، اولی معروفов و عارف رسولov را در قلابی گناهکار و هر سه را از 8 تا 9 سال محکوم به زندان نظام شدید کرد. بحث اطراف شرکتی که ساختار کاریش یک پیرامید مالی را میماند هنوز سال 2013 شروع شد. فعالیت شرکت به طریق تجارت شبکه‌ای به راه مانده شده، شهروندان بعدی به امضا رسانیدن شرطنامه و پرداخت مبلغ‌های در حجم از 130 تا 9,000 دلار وارد شرکت می‌شدند. آنها مشتریان دیگر را نیز به این شرکت جلب می‌کردند و از مبلغ وارد شده درآمد معینی به دست می‌آمد. بعد بسته شدن کار این شرکت 2 سال پیش مشتریان طلب بازگردان پول‌های خود را می‌کردند. در مرافعه روز 2 نوامبر 20 نفر از مشتریان دعواگر 7 برج هم در دادگاه اشتراک کردند. حامی حقوق مهاجران تاجیک در مسکو گوهر جورایوا برنده جایزه معتبر گروه هلسینکی مسکو اعلان شد. در متن جایزه آمده است که گوهر جورایوا مؤسس و رهبر سازمان مهاجرت و قانون برای مردانگی که در امر حمایت از حقوق انسان نمایش می‌دهد به این جایزه مشرف شده است. در رویخط برندگان جایزه‌های این سازمان اسم گوهر جورایوا در نوبت اول ذکر شده است. این نخستین بار است که یک حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه با چنین جایزه قدردانی می‌شود. ما بخواهد نیستیم، ما با مو سیستمی که از دست بیاید یردم میکنیم، از دست نبیاید فریب نمیکنیم. من همین 2 چیز
4 تا юрист дорем. Агар зуру мерасиду пул медошту, як маркази умуми ҷаҳонӣ мекардам ки касе биёяд ёрдам мегирид бепул. коргардони тоҷик Нозим Меликов барои намоишномаи иштибоҳ барандаи ҷоизаи беҳтарин коргардон дар ҷашнвораи 5-уми театри Арт Ордо дар шаҳри Бишкек гардид. ин ҷашнвора ки охири моҳи октябр дар пойтахти Қирғизистон натиҷагирӣ шуд, ҳунармандонро аз Русия, Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон ва Тоҷикистон гирди ҳам овард. коргардони 49-солаи театри ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов бо намоишномаи иштибоҳ рӯзгори ду зан, модар ва духтареро бозгӯ кардааст ки ба иштибоҳе роҳ дода боиси ҳалокати фарзандашон мешаванд. ин намоишнома бори аввал соли гузашта дар саҳнаи театри тоҷик муаррифӣ шудааст. ва барои тамошои суҳбати видеоии Нозим Меликов ва ҳам дарёфти ахбору видеои бештар ба сайти интернетии радиои Озодӣ, шабакаҳои иҷтимоии Facebook, YouTube ва ҳам замимаи радиои Озодӣ барои телефони ҳамроҳ муроҷиат кунед.